سلام، سریا هستم. امروز میخوام نوار کشی زنجیر رو آموزش بدم. اول زنجیر رو اندازه میگیریم. زنجیرمون حدود 8 میلی باشه. بعد پارچه رو که میخوایم نوار بدوزیم اندازه میزنیم. پارچه‌مون باید 3 سانت باشه. طول نوارمون باید 10 سانت از زنجیر بلندتر باشه. بعد پارچه را 1 سانت از این سمت 1 سانت از سمت دیگر تا میزنیم. بعد دوخت میزنیم. بعد اینکه بندمون رو دوخت زدیم، اتو کشی کردیم، حلقه اول زنجیر رو رد میکنیم و از دومی شروع میکنیم. نوار رو از سمت پایین به بالا هدایت میکنیم. 2 سانت باید از نوارمون زاپاس بمونه. یکی از بالا رد میکنیم